وصل هست و این قسمت گروپ باتریش اینجا روشن نیست. اگر من دوباره بیم در این قسمت هم از کمتر ما وصل کنم در چارج دوباره وصلش میکنم، ببین اتومات روشن میشه اما پس دوباره خاموش میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما مشکلاتی که در این قسمت دارم با میبینیم مشکلات از را باید حل بسازیم که مشکل از در کجا هست. مشکل از در اینجا است که حتما چارجر کمتر مشکل داره. مشکلات چارجر کمتر من در کجا هست؟ ما میتونیم زمانی که بیم در این قسمت هم ببین گروپش فعلا روشن هست، هیچ مشکلی فعلا دیده نمیشه، بینی را کمی مساج بدین این طرف شان باشه. اکثریت وقتو از این قسمت مشکلات می داشته باشه چارجر دان و کامپیوتر دان چارج ذخیره نمیکنه. ما چند باری را مساج میتونم و بعدش میام در قسمت کامپیوتر ما وصل میکنم. اینجا ببین ما کامپیوتر ما وصل کردمش و حالا اگر ما ببینیم در قسمت هم ببین با کامپیوتر ما روشن شده، در قسمت هم وصل شده چارجش و اینجا اگر ما متوجه شده باشیم گروپش هم در قسمت هم روشن شده و کدام مشکلی هم نداره. این آموزش را برای دوستان در نیز بفرستید که تا که اگر در صورت که به چنین موضوع سر میخورن مشکلشان حل بسازن. با امید موفقیت بیشتر. روزتان خوش. خدا نگهدار.